مردان رشیده کشور، بیاید در کنار هم با هم بیستیم و نگذاریم تا افغانستان دوباره به عقب برگردد. نگذاریم که جوانان این میهن خوراک نهنگ ماهی و هیولای مرزهای اروپایی گردد. نگذاریم که دیگر مرمی دشمن سینه های افغانها را مانند برگ های آفتاب زده شکاف نماید. بیاید دست به دست هم داده تا از کشور عزیز خود دفاع نماییم. ما به خطرناکترین مکانها می رویم تا جان دیگران را از خطرات نجات دهیم. ما به خاطر رفاه و آسایش هموطنان خویش می اندیشیم تا از انتظارات لحظه به لحظه رد شوند. نظافت جزء ایمان است. باید پاکی شهر وظیفه هر مؤمن است. با قدرت با سرعت میکشیم تا هدف خود را از پا درآوریم. شب و روز تلاش میکنم تا رزق حلال بیابم و دوزارم در کشورم بمانم. خرسندم که با یک لباس سفید زیر چتر یک نظام سفید اسلامی برای جامعه خود خدمت میکنم. حق ما این است تا حقایق را برملا کنیم. خبر درست، دقیق و راست. ملت عزیز، فرصت از آن شماست. با مجاهدین و سربازان اصلی کشور خود همکار باشید تا یک افغانستان با امن و آباد داشته باشید.